من به عنوان یه جوان ایرانی با آینده مالی که برای خودم میبینم ترجیح میدم همین الان هر چی که دارم و ندارم و خرج کنم تا تو این لحظه خوش باشم. آینده رو رها کردم و همون مقدار کمی پولی که در میارم رو دوست دارم الان خرج کنم. به من یه دلیل بده که بخوام پس انداز کنم. گفت سلام، به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. من زهرام و قراره که اینجا درباره پسنداز، بودجه بندی، آموزش‌های مالی، افزایش سواد مالی و اینجور موارد صحبت بکنیم و خودمون رو از نظر مالی ارتقا بدیم. پس همراه هم باش و تا آخر این ویدیو رو تماشا کن و نظر مثبتت رو با لایک کردن ویدیو به من نشون بده. اول میخوام یه توضیح کوچولو بدم که پسنداز چیست. پسنداز یکی از شاخه‌های سواد مالیه که به معنی نگه داشتن مقداری از درآمدمون به جای خرج کردن و صرف کردن اون پول هستش. تا اینجا رو که هممون میدونستیم. من قراره اینجا بهتون دلایلی بگم که باعث بشه نظرتون درباره پسنداز تغییر کنه و به پسنداز کردن بخشی از سرمایه‌تون فکر بکنید. اول میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، خصوصا برای جوانایی که حرف دلشون حرفی بود که اول ویدیو بهتون گفتم. فکر کن که همین الان یک استاد فوق‌العاده حرفه‌ای از بازارهای مالی که همه تحلیلاش 100% درسته میاد به شما میگه من یه ارزی رو به شما میگم خریداری بکنید که تا 6 ماه آینده 100 برابر میشه. خب الان شما به حرف اون فرد هم مطمئن هستید و قصد دارید این سرمایه گذاری رو انجام بدید. شما چقدر دارایی و چقدر سرمایه دارید که بخواید برای این مسئله سرمایه گذاری بکنید؟ شما که نمیتونید بالاخره از پولی که برای خورد و خوراکتون هست و روزمرتون هست استفاده کنید. باید یه پس‌اندازی از قبل داشته باشید. شما الان چه مقدار نقدینگی دارید که وارد این در واقع ارزی که این استاد به شما گفتن بکنید؟ وقتی که شما پس‌اندازی نداشته باشید در واقع جوابتون به این سوال 0 هست. پس به همین سادگی شما موقعیت رشدی مثل این موقعیت رو از دست دادید. شاید به هم بگی که همچین اتفاقی محاله برای من بیفته. اولا که این یک مثال بود. دوما چون که تا حالا برای خودت یا اطرافیانت این اتفاق نیفتاده و این معنا نیستش که محال باشه. پس لطفا دربارش بیشتر فکر کن. هر انسانی که ذره سواد مالی داشته باشه میدونه که پس‌انداز یکی از نیازهای مالی یک انسان هست و دلایلی که من در ادامه بهش اشاره میکنم رو همیشه در نظر داره. اولین دلیلی که یک نفر باید پس‌انداز داشته باشه ایجاد امنیت مالی هستش. کسی که یه مبلغی رو به عنوان پس‌انداز همیشه پیش خودش داره از مواقع اضطراری مثل مواقع پزشکی یا خراب شدن وسیله و احتیاج به تعمیرش راحت‌تر عبور میکنه، حالا بسته به اون میزان پس‌اندازی که داره. دومین مورد سرمایه‌گذاری هستش. وقتی شما مبلغی رو به عنوان پس‌انداز داشته باشید، هنگامی که متوجه فرصت مناسب سرمایه‌گذاری میشید، میتونید اقدام کنید و از بازار عقب نمونید و از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بیشتری ببرید. سومین مورد تحقق اهداف مالی هستش. اهداف مالی رو در ادامه و در ویدیوهای بعدی خیلی بهتر دربارش صحبت میکنم، اما به طور مثال یک سفر، خرید یک ماشین، خرید یک ملک یا حتی خرید یک چیز ساده مثلا این لباس، اینا همه هدف مالی به حساب میان و شما با داشتن پس‌انداز میتونید اهداف مالیتون رو محقق بکنید. لطفا قبل از کامنت گذاشتن درباره اینکه یک جوان ایرانی برای خرید یک ملک توی اطراف تهران باید 100 سال کار کنه و هیچی خرج نکنه، از این جور کامنت ها کمی فکر بکنید. من خودم هم در همین مملکت دارم زندگی میکنم، از اوضاع کاملا باخبر هستم و صحبت شما درسته. با پس‌انداز کردن نمیشه خونه دار شد و برای خونه دار شدن باید کارهای دیگه‌ای هم کرد. اما اجازه بدید این نکته رو یادآور بشم که ما درست شرایط خرید خونه رو نداریم، اما نباید پس‌انداز برای تحقق اهداف مالی کوتاه مدت و اهداف مالی دیگر رو جدی نگیریم. چهارمین دلیل هم تقویت عادت‌های مالی سالم هست. همونطور که بهتون گفتم پس‌انداز کردن یکی از زیرشاخه‌های سواد مالی و مدیریت مالی هستش و شما وقتی که اقدام به پس‌انداز می‌کنید در واقع دارید سواد مالی خودتون رو بالاتر میبرید. حالا که برای پس‌انداز کردن دلایلی بهتون دادم و به لزوم پس‌انداز کردن پی بردیم، میخوام چند تا از باورهای غلطی که درباره پس‌انداز کردن وجود داره رو خدمتتون بگم. اولین باور غلط اینه که افراد فکر میکنن باید از همه هزینه هاشون بگذرن و فقط پس‌انداز کنن، در صورتی که این درست نیست.
پس‌انداز در واقع مدیریت هوشمندانه درآمد و ایجاد تعادل اصطلاحاً بین دخل و خرج هستش، نه اینکه هیچ چیزی آدم نخوره، هیچ چیزی نداشته باشه تا بتونه پول بیشتری پس‌انداز بکنه. دومین باور اشتباهی اینه که با پس‌انداز کردن میشه پولدار شد یا شرایط مالیمون رو تغییر بدیم. این اشتباهه. پس‌انداز کردن قرار نیست شما رو پولدار بکنه و یا سبک زندگی شما رو تغییر بده. فقط بر اساس میزان پس‌انداز قرار به دستاوردهایی که قبل‌تر بهش اشاره کردم به درجاتی از اون برسیم. اما قطعاً پس‌انداز اولین گام برای تغییر مسیر مالی زندگیتون هستش. سومین باور اشتباهی که معمولاً مردم دارن این هست که فکر میکنن پس‌انداز فقط برای افراد ثروتمند هستش. در واقع پس‌انداز هیچ ربطی به میزان درآمد افراد نداره. هر کسی با هر درآمدی باید میزانی پس‌انداز داشته باشه. شما تصور کنید یک خانم خونه‌دار از همسرش ماهانه مثلا 2 میلیون تومان پول میگیره و اگر که 10% از این مبلغ رو پس‌انداز بکنه که معادل 200,000 تومان هست، میتونه کار خیلی راحتی باشه. درسته که پس‌انداز ماهانه 200,000 تومان مبلغ خیلی زیادی نیست و ارزش مادی نداره، اما قطعاً از صفر خیلی بهتره. چهارمین باور غلط هم این هست که فکر میکنن پس‌انداز کردن خیلی راحته و هر کسی که بخواد میتونه پس‌انداز بکنه. این هم باور درستی نیست. برای پس‌انداز احتیاج به مدیریت مالی، سواد مالی، بودجه بندی و اینجور موارد داریم که قراره که توی این کانال همه موارد رو کاملاً اصولی و به زبان ساده توضیح بدیم. اگر شما پس‌انداز کردن رو راحت میدونید، از الان به مدت 6 ماه حداقل 20% از درآمدتون رو پس‌انداز کنید و اگر در این کار موفق بودید مطمئن باشید که شما سواد مالی نسبتاً خوبی دارید. حالا که با اصول اولیه پس‌انداز و دلایلی که ما احتیاج به پس‌انداز داریم آشنا شدیم، میخوام در ویدیوی آینده در رابطه با اولین گام برای پس‌انداز موفق با شما صحبت کنم، یعنی بودجه بندی. البته ما توی 2 تا ویدیوی قبلی مجموعاً 8 تا نکته درباره شروع پس‌انداز بدون کوچکترین چالشی صحبت کردیم. به نظر من اون 2 تا ویدیو رو تماشا کنید و از همون نکات شروع کنید به پس‌انداز درآمد این ماهتون. خوشحال میشم که اون 2 تا ویدیو رو هم تماشا کنید و نظرتون رو در رابطه با آموزش‌هایی که داخل کانال قرار میدیم برای من کامنت کنید. خوشحالم از همراهی شما. خدا نگهدار.